بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت بخیر خدمت دوستان و همراهان محترم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. شاید خیلی از شما بدونید که ترکیب بنزین و فوم با همدیگه یک مواد چسبنده رو ایجاد میکنه که روی اکثر سطوح میچسبه و قطعه رو محکم نگه میداره. حالا ما اومدیم امروز هم طریقه اونایی که میدونن، خب هیچ، اونایی که نمیدونن بدونن که ترکیب بنزین و فوم مواد چسبنده ای را ایجاد میکنه که روی اکثر سطوح میچسبه و چسبندگی خیلی خوبی هم داره. تقریبا ظاهر چسبندگیش و ظاهر شکلش مثل چسب بل هست. اگر دوستان دیده باشن ببینید به این حالت. خب ما اومدیم بعد از اینکه چسبمون رو درست کردیم روی یک سری از وسیله ها و مساله تست کردیم که ببینیم چجوری چسبندگی داره. از آهن شروع میکنیم. ببینید مواد چسبندمون رو روی دو قطعه آهنی زدیم ولی متاسفانه نگرفت. شاید زمان خشک شدنش خیلی باید بیشتر از این باشه. این الان 48 ساعت مونده اینجوری شده. روی آجر آلومینیوم نگرفت. روی آجر و سرامیک فکر کنم اینو دیگه گرفته، محکمم گرفته. خب آجر و آهن اینم محکم بود ولی خب قابل قبول نبود. آجر روی آجر، آجر روی آجر رو گرفته فکر کنم. حالا من اینو ضربه هم بزنم. فکر نمی کنم اینم جواب داده باشه، چون چسب هنوز نرم هستش. چسب اگر اینجوری باشه خب بعد از 48 ساعت اون استاندارد شاید پیدا نکنه برای نگه داشتن دو قطعه آجوری. اینجا همینطور ببینید نوع جدا شدنشون، بدون اینکه آسیبی به این آجر رسیده باشه یا به این آجر رسیده باشه، از هم جدا شدن و این نوع جدا شدن استاندارد نیست. معمولا باید اینجوری جدا بشه، یعنی یه قطعه به شدت محکم اینجا چسبیده باشه که حتی از بافت‌های خود آجر جدا شده باشه ولی از چسب جدا نشده باشه. این مدل چسبندگی تو هر مواد چسبنده‌ای قابل قبوله، اما این مدل اصلا قابل قبول نیست. ترکی که اینجا خورده نشون میده که این چسب یا نیاز به زمان بیشتری داره برای چسبندگی یا اینکه کلاً کنسل برای استفاده در دو متریال آجوری. اینم از آزمایش امروز ما. قراره که در آزمایشات یک سری نکات رو خدمت شما. اینم از آزمایش امروز ما که قرار بود یک سری نکات رو در رابطه با چسبندگی متریال ها و اجسام با هم دیگه مرور کنیم و در نظر داشته باشیم که این مدل چسب که با ترکیب بنزین و فوم درست میشه برای چسبوندن متریال های سنگین مثل آجر، آهن قابل قبول نیست، اما متریال های سبک و مثل کاردستی هایی که درست میکنن، کارهای چوبی که انجام میدن، برای اینجور متریال ها قابل قبوله. ببینید اینم چوب به چوب
دو متریال کاملا شبیه به هم که نچسبیدن، اما آجر به چوب فکر کنم چسبیده. بله خیلی هم محکم چسبیده. بذار اینم تست جدا شدنش رو بگیریم. فکر کنم این جوابه. ببینید نوع جدا شدن نشون میده که این چسب چقدر چسبندگی داره و چقدر محکم میتونه دو قطعه کار رو به هم دیگه نگه داره. خب اینم از آزمایش امروزمون. موفق و مایت باشین. خدایا رو نگهدار شما.